هرگاه نتوانستی به مستمندان کمک کنی و از آنها روی گرداندی در حالی که خودت انتظار رحمت پروردگارت را داری، لااقل با آنها به بهترین وجه سخن بگو. دستت را از روی خست به گردنت زنجیر مکن تا به کسی چیزی ندهی و نیز چنان رفتار مکن که هر چرا داری از کف بدهی و ملامت زده و حسرت خورده گوشه‌ای بنشینی. بدان که پروردگارت رزق و روزی هر کس را که صلاح بداند وسعت میبخشد و یا بر او سخت میگیرد. او به موقعیت تمامی بندگانش آگاه و بیناست. سخن پسندیده و عفو و گذشت بهتر از صدقه است که با آزار توأم باشد و خداوند بی‌نیاز و بردبار است. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خود را با منت‌گذاری و آزار تباه مکنید و مانند کسی نباشید که اموالش را از روی ریاکاری انفاق می کند، در حالی که نه به خدا ایمان دارد و نه به روز جزا.